اگه شما هم از اون دسته افرادی هستین که همیشه فکر میکردین برای یاد گرفتن زبان باید حتما بریم بیرون کلاس ثبت نام کنیم و هزینه بدین، این ویدیو قطعا برای شما ساخته شده. پس من صدف هستم، دوباره اومدم با یک ویدیو جدید. این سری یک ویدیو متفاوت اومدم که برای اون دسته از افرادی که دوست دارن توی خونه یا حالا محل کارشون با در دسترس ترین این کلمه سخت ابزار، یعنی یا موبایل یا لپتاپ یا سیستم، هر چیزی که در دسترسشون هست، بتونن زبان رو یاد بگیرن. تازه من توی این ویدیو بهتون یاد میدم که با تقویت 2 تا مهارتتون ناخودآگاه 4 تا مهارتتون رو تقویت میکنید. پس تا آخر ویدیو سراغ تقویت اولین مهارت که لیسنینگ هستش. لیسنینگ بسیار مهمه برای تقویت مهارتتون. من حالا بهتون میگم که چجوری توی خونه این مهارت رو تمرین بکنید. ببینید، برای یادگیری خودآموز لیسنینگ یه سری کتاب هست، یه سری وبسایت هست، هر چیزی که بخواید شما میتونید استفاده بکنید. میتونید از موسیقی استفاده بکنید، میتونید از فیلم استفاده بکنید. اپلیکیشن های پادکست هست، هم داخل آیفون برای سیستم iOS و هم برای اندروید. هر کدومی که خواستید میتونید شما دانلود بکنید و اونا رو داشته باشید روی گوشیتون. اینجا من میخوام بهتون یک کتاب پیشنهاد بدم که بسیار برای تقویت لیسنینگ خوب هستش و سطح بندی هم هست. این از سطح پایه داره، متوسط و پیشرفته. 3 تا کتاب هستش. این کتاب اسمش Tactics for Listening هست. بر اساس سطحی که دارین یکی از این 3 تا کتاب رو خریداری کنید و توی خونه تمرین بکنید. یک وبسایتی هم هستش که اگر نمیخواید کتاب تهیه کنید، میتونید داخلش باز دوباره لیسنینگ های مختلف رو داشته باشید به نام BBC Learning English که بسیار معتبره و باز اون هم سطح بندی داره. خب بریم که ببینیم چجوری باید اصلا لیسنینگ رو گوش بدیم، اصلا چجوری این مهارت رو تقویت کنیم. تقویت مهارت لیسنینگ مهمترین عامل اینه که اول شما گوش بدین 1 بار، 2 بار و اگه وقتشو دارین 3 بار. 3 بار فقط گوش میدین به لیسنینگ که با کلمات و اینا آشنا بشین. برای تقویت مهارت لیسنینگ مهم گوش دادن خوب هستش. یعنی شما یک لیسنینگ رو که انتخاب میکنین، شروع میکنین به گوش دادن. بار اول گوش میدین، بار دوم گوش میدین، اگه وقتشو داشتین بار سوم هم گوش میدین. بعد از اینکه کامل گوش دادین، مرحله بعد باید تکرار بکنین، یعنی استاپ میکنین جمله به جمله و این لیسنینگ رو باید تکرار میکنین با صدای بلند. اون لیسنینگ رو تکرار کنین. بعد از اون بریم داخل متنش، یعنی متنش رو باز کنین. ممکنه یه سری از کلمات باشه که توی گوشتون شنیدین ولی آشنا نیست، با اون کلمات آشنا میشین و اون کلمات رو در میارین. خب یعنی تا حالا مهارت هایتون رو تونستین تقویت کنین. اگه تونستین بگین مهارت لیسنینگ، مهارت سپیکینگ، گرامرتون قوی میشه و دایره لغاتتون رو هم دارین افزایش میدین. یعنی شما دارین گوش میدین، گوشتون با لهجه آشنا میشه. پس وقتی جای دیگه مثلا شما یه فیلم میبینید، اگر عبارت رو بشنوید یا اون کلمه رو بشنوید با لهجه شما آشنا هستید، پس خیلی راحت اون رو متوجه میشین. بعد از اون شما دارین تکرار میکنین. این تکرار کردن توی لیسنینگ بسیار مهمه. یعنی شما وقتی که اون متن رو دارین تکرار میکنین یه حالت شادوینگ داره، یعنی شما اون رو گوش میدین تکرار میکنین، خب با همون اکسنت که توی ذهنتون و توی گوشتون پیچیده همون رو سعی میکنین تکرار کردن، باعث میشه که سپیکینگتون با لهجه تقویت بشه. بعد از اون میرید دنبال متن و واژگان رو پیدا میکنین. وقتی که این معنی واژه رو پیدا میکنین و توی جمله استفادهش کردین چی میشه؟ واو! با لیسنینگ شما مهارت رایتینگتون رو هم تقویت میکنید. به خاطر اینکه اون جملات رو دارین تکرار میکنید. رایتینگ چیه؟ رایتینگ زاده ذهن شماست. ذهن شما باید آمادگی ساخت جملات رو داشته باشه. ساخت جملات چجوری یاد میگیرید؟ با لیسنینگ. وقتی لیسنینگ رو گوش میدین میبینید که جمله چجوری ساخته شده، با همون جمله دیگه توی ذهنتون هست، همون رو میارین روی کاغذ یا میارین روی زبونتون. پس تقویت مهارت لیسنینگ یکی از مهمترین مهارت‌ها و یکی از مهمترین تکنیک‌ها برای یادگیری
خودآموز زبان هستش، یعنی شما فقط لیسنینگ کار. منابع تمرین ریدینگ همون باز BBC Learning English هستش. کتابای متعدد همونجوری که بهتون گفتم میتونه سری استوری های سطح بندی شده باشه. توی خود BBC Learning English سری آرتیکل و اخباری داره که اونا خیلی خوبن، چون اساس سطح هم میتونی انتخاب کنی. به نظر من این وبسایت رو امتحان کنی مثلا چیزی بهتره. و مثلا اگر اینو دوست ندارین میتونین کتاب تهیه کنین و حالا کتابای استوری مانند بخونین. برای اون هم حالا قبلا توضیح دادم ولی اینجا توضیح مختصر بهتون میدم. وقتی که میخواین کلمه جدید یاد بگیرید توی ریدینگ شروع میکنید خوندن به کلمه جدید که میرسید، خب اول اگر که معنی کلمه قبل و بعدش رو میدونستین میتونید حدس بزنید یا از کلا بافت اون معنی که داره اون جمله مثلا کلمه رو حدس بزنید. اگر نتونستین خب داخل دیکشنری و معنی اون کلمه رو در میارین، سینونیم متضادین هم رو در میارین و توی دفترچه لغتتون مینویسین. همونطور که قبلا توی ویدیو قبلی هم توضیح دادم به طور کامل. بعد از این شما این کار رو که انجام میدین، با انجام این کار شما باز دامن لغتتون رو بردین بالا، ریدینگتون رو که تقویت کردید، چون شما معنی کلمه‌های جدید رو که نمیدید، معنی کلمه‌های جدید رو که نمیدونید میرید داخل دیکشنری حتما تلفظش رو چک میکنید دیگه. کلا اصول کار با دیکشنری هستش. وقتی تلفظش رو چک میکنید شما تلفظ کلمه رو متوجه میشین، پس دارین باز دوباره اون مهارت سپیکینگتون رو تقویت میکنین و بعد از اون شما دیگه ریدینگتون تقویت میشه چون تلفظا رو یاد گرفتین، دامن لغتتون افزایش پیدا میکنه، با ساختار جملات آشنا میشید، پس رایتینگتون تقویت میشه و باز حالا نه به نسبت اون لیسنینگ، یعنی اون حدی که لیسنینگ بهتون کمک میکنه، ولی باز هم ریدینگ تا یه حدی بهتون کمک میکنه که بتونید رایتینگتون رو تقویت کنید. یعنی شما من اصلا میگم ریدینگ هم وقتش نداری تمرین نکن، شما فقط لیسنینگ رو تمرین کن. یعنی ببین معجزه میکنی، مهارت لیسنینگ وقتی شروع کنی تمرین کردن معجزه‌اش رو خودت میبینی. بعد شما وقتی که خودآموز یاد بگیری زبان، اصلا روزی نیم ساعت وقت بذار. من اصلا میگم کلا زبان میخوای بخونی وقت نداری، سر شلوغه، بعد درس بخونی، سر کار بری، آقا خونه داری، کارهای خونه رو باید انجام بدی. هر فردی با هر موقعیتی که هست میتونه روزی نیم ساعت برای خودش آزاد کنه و این کار رو انجام بده. اگر که میخوای خودآموز این کار رو انجام بدین، به نظر من این منابعی که براتون معرفی کردم بهترین منابع. اصلا شما کتاب رو نمیتونی بخونی، فیلم که میتونی ببینی، موسیقی که گوش میدی، تموم اینا با اون روشی که بهتون گفتم در مورد تمرین کردن شما انجام بدین و بعد بیاین اگر که کار نکرد، اگر که براتون جوابگویی نبود و مهارتتون تقویت نشد، شما بیاین برام کامنت بذارین، هرچی شما بگید من قبول میکنم. حتما برای تمرین ریدینگتون اون ویدیو قبلی من رو ببینید که در مورد یادگیری لغت توی متن بوده. اون همون تمرین ریدینگ هست که میتونید انجامش بدید. پس این تمرین رو انجام بدین. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو به من بگین، بهم بگید که دوست دارین چه ویدیوهایی براتون بسازم، در چه مورد. مرسی که همراه من هستین، مرسی که ویدیوهای من رو میبینید. ممنون میشم اگر که من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو لطفا روشن بکنید که ویدیوهایی که آپلود میکنم براتون نوتیف بیاد و زود اونا رو ببینید. خیلی ممنون.